سخن با خوانندگان. در هر یکی از فصلهای این کتاب به رمزی ثروتمند شدن کسانی اشاره شده است که من سالها به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کردم. این راز را اندریو کارنگی بیش از نیم قرن پیش برایم باز گفت. اندریو کارنگی، این مرد دوست داشتنی اسکاتلندی، موضوع را وقتی پسر بچه بیش نبودن به ذهنم سرازیر ساخت. آنگاه روی صندلیاش نشست، از روی مهر چشمکی زد و منتظر ماند تا بداند آیا جان کلامش را درک کردم؟ آیا مغزی آنقدر رشد یافته دارم که توصیه او را به عمل درآورم؟ وقتی خاطر جمع شد که نقطه نظری او را درک کرده ام، پیشنهاد کرد که 20 سال و حتی بیشتر کلامش را به گوش جهانیان و به گوش مردان و زنان برسانم که غیر از آن شاید در زمره ناکام‌ها قرار می گرفتند. پیشنهاد او را پذیرفتم و با همکاری کارنگی تا بر این قول ایستادم. در این کتاب رمزی موفقیت را می‌خواند که هزاران نفر در زمینه‌های مختلف زندگی از آن به گونه تاثیربخش استفاده کردند. جناب کارنگی معتقد بود که عنصر اعجازی که او را به سعادت و ثروت برساند باید به معلومات کسانی که فرصت آن را ندارند تا خود در زمینه کسب روزگار بررسی کنند رسانده شود. جناب کارنگی اظهار امیدواری کرد که بتوانم درستی عقیده های او را به استناد تجربه زنان و مردان موفقی که با آنها گفتگو کردم آزمون کنم. او باور داشت که این عنصر را باید در تمام مکتب‌ها و دانشگاه‌ها تعلیم داد. می گفت اگر بتوان این موضوع را به درستی آموزش داد، انقلاب عظیم در نظام آموزشی ما ایجاد می شود. او معتقد بود که می توان سالهای تحصیل را در مکتب‌ها به نصف آنچه امروز دارد کاهش داد. در فصل ایمان با سرگذشت حیرت انگیز شرکت عظیم فولادی آمریکا آشنا می شود. تمام موفقیت این شرکت به دست مرد جوان حاصل شد که کارنگی به توسط او ثابت کرد هر کس آمادگی لازم را داشته باشد می تواند از مزایای آن بهره مند شود. استفاده از رمز موفقیت اندریو کارنگی و چارلز شواب امکان داد که به پیروزی عظیم دست یابد. با استفاده از این فرمول 600 میلیون دلار ثروت برای هم جمع کرد. این واقعیت ها که تقریبا همه کسانی که کارنگی را می شناسند با آن آشنا هستند به شما می آموزاند که به خواندن این کتاب چی نصیب شما می شود و این البته به شرط است که بدانید چی می خواهید و در پی چی هستید. رمز سعادت مورد اشاره به هزاران زن و مرد که از آن برای سود شخصی به همان شکل که کارنگی می‌خواست استفاده کردند انتقال داده شد. خیلی ها از آن بهره ها بردند، بسیار به ثروت رسیدند، بسیار دیگر از آن برای ایجاد هماهنگی در زندگی خانوادگی استفاده کردند. یک روحانی از آن چنان استفاده تأثیر کننده کرد که به درآمد کلان رسید. آرتور نیش، لباس دوزی اهل سینسونوانی، توانست با استفاده از عنصر موفقیت پیشنهاد کرده جناب کارنگی پیشش را دگرگون سازد. او از مؤسسه مفلس شده سازمان موفق ساخت و به صاحبان شرکت فایده کلان نصیب کرد. امروزها با آن که جناب نیش وجود ندارد، موفقیت سازمان او همچنان ضمانت دارد. تجربه او به تفصیل در روزنامه‌ها و مجله‌ها به بس گذاشته شد و در بارش قلم فرسایی کردند. استیوارت آستین وایرو، اهل دالاس شتات تگزاس، از جمله کسانی بود که از عنصر پیشنهادی کارنگی استفاده کرد. او برای این مهم آمادگی داشت که آنقدر آماده بود که دست از کار کشید و به تحصیل در رشته حقوق روی آورد. آیا او موفق شد؟ داستان زندگی او را نیز برایتان شرح می‌دهم. در دانشگاه لاسال وقتی در وظیفه مدیر تبلیغاتی کار می‌کردم، با کمال شادی دیدم که چگونه جناب چپلین با استفاده تاثیرکننده از عنصر موفقیت کارنگی دانشگاه لاسال را به یکی از دانشگاه‌های بزرگ و معتبر کشور تبدیل داد. رمزی مورد اشاره بیش از 100 بار در صفحه‌های این کتاب مورد استفاده قرار گرفته است. نامی خاصه برای آن که انتخاب نکرده ایم، زیرا به نظر می رسد وقتی به آن سربسته برخورد میکنیم کاربردی بیشتری پیدا میکند. تنها منتظران آن و کسانی که از آمادگی لازم بهره مند باشند می توانند از آن استفاده کنند. به همین دلیل بود
که جناب کرنگی ما را با مفهوم آن آشنا ساخت، اما برای این عنصری آوازدار را در نظر نگرفت. اگر شما آمادگی استفاده آن را دارید، تقریبا در هر فصل یک بار رمزی پیشنهاد کرده ما را درک خواهید کرد. هر کس به سبک و طرز خود پس از رسیدن به آمادگی لازم از این عنصر استفاده می کند. اگر شما تاکنون ناامید شده اید، اگر تاکنون تحت تأثیر مشکلی روح و روانتان را آزار داده، اگر سعی کردید و شکست خورده، اگر بیمار و ملول بودید، استفاده از عنصری کرنگی دقیقاً همان چیزی است که باید آن را درک کنید و از آن در زندگی خود استفاده نمایید. پرزیدنت ویلسون در جنگ نخستین جهانی از این رمز استفاده فراوان کرد. او جزئیات رمزی موفقیت را به هر یک سربازش در جنگ انتقال داد و آن را قبل از فرستادن سربازان به جبهه به شکل تأثیر کننده به آنها آموزش داد. پرزیدنت ویلسون به من گفت که با کمک این عنصر توانستیم بخشی مهمی از خراجات جنگی را تأمین کنیم. یکی از خصوصیت‌های این رمز این است که وقتی کسی آن را از خود می‌کند و آن را به کار می‌گیرد، خود را در راه رسیدن به موفقیت در حرکت می‌بیند. اگر به این گفته شک دارید، نام‌های کسانی را که از این عنصر استفاده کردند مطالعه کنید. توجه داشته باشید که هرگز کسی بی زحمت و بی پرداخت به هیچ چیزی نمی‌رسد. برای رسیدن به موفقیت باید بهای آن را بپردازید. هرچند این خرج در مقایسه با آنچه به دست می‌آورید بس ناچیز است، اما کسانی که براستی خواستار آن نباشند در مقابل هیچ مبلغی نمی‌توانند به آن دست یابند. این عنصر با پول قابل خرید نیست، زیرا این عنصر از دو بخش تشکیل می‌شود. بخش اول را کسانی که آمادگی داشتنشان را دارند الکی صاحب شدند. رمز موفقیت مورد اشاره به همه کسانی که برای آن آمادگی داشته باشند خدمت می‌کند. علاقمندی با آموزش رسمی ندارد. مدت‌ها قبل از تولد من، توماس ادیسون از این رمز به طرز عالی استفاده کرد و به بزرگترین اختراعکار جهان تبدیل شد. فراموش نکنید که توماس ادیسون بیش از 3 ماه به مکتب نرفته است. این رمز به ادوین برانس انتقال یافت. او همکار تجاری جناب ادیسون بود و چنان تأثیر کننده از این رمز استفاده کرد که با آن که در آن زمان سال بیش از 12,000 درآمد نداشت، توانست ثروتی کلانی بیاندازد و در جوانی نفقه‌گیری خود را کند. ماجرای زندگی او را در فصل نخست کتاب درج کرده ایم. باید بدانید که رسیدن به ثروت دور از دسترسی شما نیست. می توانید آنچه را که می خواهید به دست آورید. ثروت، شهرت، شناخت و خوشبختی می تواند از آن کسانی باشد که با عزم استوار تصمیم گرفتن به آن دست یابند. ممکن است بپرسید که اینها را از کجا می دانم؟ وقتی که این کتاب را تمام می کنید به جواب این سوال پی می برید. شاید هم در همان فصل نخست و شاید هم در آخرین صفحه کتاب جواب خود را بیابید. در 20 سال که به درخواست کرنگی پژوهش می کردم، زندگی صدها مرد آوازدار را تحلیل نمودم. بسیاری از آنها اعتراف داشتند که در موفقیت‌های خود منت‌گذار رمز موفقیت کرنگی هستند. هرگز کسی را نیافتم که الهام گرفته از این رمز بود و موفق نشد. هرگز کسی را نیافتم به آن که به این رمز مجهز باشد به موفقیت برسد. من در بررسی‌هایم به این نتیجه رسیدم که این رمز را با آموزش‌های رسمی و کلاسیکی پیدا نمی‌کنیم. راستی آموزش چیست؟ به این سوال به طور مفصل پاسخ داده شده است. در حالی که این کتاب را می‌خوانید، رمزی مورد اشاره من از درون کلمه‌ها بیرون می‌آید. اما این زمان اتفاق می‌افتد که شما آمادگی آن را داشته باشید. وقتی به آمادگی برسید، آن را می‌یابید. مهم نیست که فصل اول یا فصل آخر کدام را می‌خوانید. در این هنگام لحظه ایستید. رمزی موفقیت را در آغوش بکشید و بدانید که یکی از ارزشمندترین دارایی‌های شماست. هنگام مطالعه کتاب به نکته دیگری توجه داشته باشید و آن این که ما به حقیقت‌ها اشاره کرده ایم. جایی برای افسانه نیست.
همه کسانی که از آمادگی لازم برخوردار باشند می دانند که چگونه از آن به فایده خود استفاده کنند. این شخصان از انگیزه لازم برای شروع کار خود برخوردار خواهند بود و سرانجام قبل از خواندن مطلب‌های کتاب بدانید که شروع همه موفقیت‌ها و همه ثروت‌های به دست آمده یک ایدئال بوده است. اگر برای این رمز آماده باشید، نیمی کار را کرده اید، نیمی راه موفقیت را پیموده اید. بنابراین نیمه دیگر را برای آن که به ذهن شما برسد درک خواهید کرد. بیاندیشید و ثروتمند شوید. ناپلیون هیل. پیشگفتار. بیاندیشید و ثروتمند شوید از جمله مفیدترین و نافذترین کتاب‌های زمانه ماست که راه دستیابی و موفقیت را نشان داده است. موفقیت در کسب مال و ثروت و رسیدن به بلندی‌های روحی و روانی که دویمی با پل قابل اندازه‌گیری نیست. تاکنون مانند این کتاب نوشته نشده است و شاید هم بتوان گفت که نوشته نخواهد شد. با الهام از اندرو کارنگی که سالهای پیش رمزی موفقیت خود را برای ناپلیون هیل شرح داد. این کتاب بر رشته تحریر درآمد. کارنگی نه تنها شخصاً یک میلیاردر بود، بلکه با افشای رمزی ثروتمند شدن خود به میلیونر شدن بسیار کمک کرد. غیر کارنگی حدود 500 نفر از ثروتمندان جهان رمزی موفقیت خود را با ناپلیون هیل در میان گذاشتند. ناپلیون هیل عمر را به تحقیق و بررسی گذرانید تا پیام شخصانی موفق را به گوش دیگران برساند. هزاران نفر فلسفه مشهور این کتاب را برای رسیدن به غنا و ثروت در خدمت گرفتند. رمز موفقیت به شکلی که در کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید آمده، زمان و مکان نمی شناسد. اعتبارش همیشگی است. در تازه ترین چاپی که از این کتاب می خوانید، فلسفه و فرموله های سبب های موفقیت برای همه کسانی که خواهان ثروت هستند و برای همه کسانی که به غنای روحی و روانی میل دارند بیان شده است. بیاندیشید و ثروتمند شوید کتاب راهنماست که چگونه دستیابی به هدف را شرح می دهد. کتاب خودیار است. در این کتاب با اعجاز هدایت خویشتن برنامه‌ریزی سازمان یافته، تلقین به خود، نقش همکاران و تحلیل خویشتن و سرانجام برنامه برای ارائه خدمت‌های شخصی با توجه به تجربه مردان مشهور که با استعانت از توصیه‌های این کتاب به ثروت و قدرت رسیدن آشنا می شود. توجه داشته باشید که توانگری تنها با معیار پول قابل اندازه‌گیری نیست. دوستی‌های ادامه‌دار، مناسبت‌های خانوادگی موزون و احساس درک همدلانه میان همکاران نعمتی بزرگ است که سبب‌های آرامش ذهن می‌شود و جز به وسیله ارزش‌های معنوی و روانی قابل اندازه‌گیری نیست. فلسفه درج شده در این کتاب شما را برای رسیدن به این معنویات آماده می‌سازد. تنها کسانی می‌توانند به این مهم برسند که از آمادگی کافی برخوردار باشند. آماده باشید. استفاده از فلسفه بیاندیشید و ثروتمند شوید زندگی شما را دگرگون می‌سازد. نه تنها از فشارهای روانی و رنج زندگی شما می‌کاهد، بلکه شما را برای دستیابی به ناز و نعمت و غون کردن ثروت آماده می‌سازد.